باشد، باید مؤمن انشاءالله خفه نباشد و خداوند انشاءالله همیشه ما و شما را هدایت کند برای حق، برای صراط المستقیم و گناه های ما و شما را از این درگاه مغفرت شده برآمدنش الله هر یکی ما و شما را مناسب بیند انشاءالله. این درگاهی است که درگاه نجات است، دیگر یگان درگاه نجات ندارد، نه بازار، نه رستوران، نه دیسکوتک، نه دیگر. لیکن اینجا چی است؟ نجات جا است. اینجا سودا از آخرت میگیره انشاءالله. دنیا مزرعه الاخرت، دنیا کشتزار آخرت است. زراعتگاه دنیا جای کشته، عبادت قیمت باغ بهشته. این نمازهایی که میخونه، این سجده های میکنه، قیمت انشاءالله خدا خود جنته. اینجا کار آنجا نخل بردار، تا که شوی سرفراز از فضل غفار. انشاءالله دلگیر میشه. این نمازهای سجده هایی که شبهای تاریک میایی، این شبهای خنک و دیگر میایی، همش مکافات داره، مکافاتش جنته. مکافات نابلی است که در خاطرت نگذرونده انشاءالله. هر جا کمترینی برای شما میدانیم 100 باغ میتید، هر یک باغش از دنیا کلون است و باغ به خزانه انشاءالله. خدا خواهد مثل باغخانه است که خدا خواهد 4 فصل کردی دیگرگون شود و ابدی اخیر میستد. اونجا خدا خواهد باغش دیگرگون نمیشه، سبزش خوش نمیشه، میوهش قاب نمیشه، جوان میشه پیر نمیشه. شما 2 رکعت نماز خداوند در اون دنیا شما را جوان میکنه، میدونید جوانی خوب 33 ساله بشوی، هرگز پیر نمیشوی. این دنیا فانی است. برای چی فانی است؟ چون که ما قبر به قبر دیگرگون شده میگیریم، کودک میریم 5 ساله میشیم، 10 ساله، 20 ساله، 70 80 چی پیر میشیم سکسکه. اونجا نه پیری نه جوانی، های پیری نیست عزیزانی من. اونجا نه ای پی نون نمیداری، اونجا نه رفته یک پود نمیره، یک پود نمیره برای روز. همه شرایط در خونه مهیا الحمدلله. تو فرید رکعت نمازی که برای الله میکنی انشاءالله. 70 زن میتید، 70 زن عزیزی من، 70 زن بدونید در 1 ساعت 70 رنگ میتید. دخترای سوره الرحمن خوان انشاءالله. خدا میگه که فیهن میگه قاصرات الطرف لم یطمثهن انس ولا جان. من چنان میگه خدا دخترها را در جنت پیدا کردم که یگان نه مرد نه جن میساز کردگی نیست. در روش روته ببینی، غیر از 2 رکعت نماز بین در روش روته ببینی. حتی میگن اگر میگن 1 تار موی دختر جنتی را میگن در دنیا پرتافته شود، از مشرق تا مغرب روشنی میگیرد است. پیامبر صلی الله علیه و شب معراج در جنت گیر میگشتن، جنتنده یک دختری جنتی میگن 1 تبسم کرد، میگن که دندانش سفیدش میگن پورا جنت را میگن روشنی گرفت، دندان شد سفیدش. الحمدلله. این برای کیه؟ برای ما شما مسلمان، برای کسانی که نماز میخونند انشاءالله، کسانی که انشاءالله فرمان الله شما میکنند، فرمان پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم میکنند، انشاءالله این مکافات برای شما. سوره محمد نخدا چی میگه؟ ما برای جنتی ها 4 دریا را آفریدیم. 4 تا دریا در هر یک خاندانش ما وجود دارد. دریای عسل، عسل مصفا میگن، شیرینیش بخد از این عسل این دنیا 1000 مراتب شیرینه. دریای شیره خاندان نموده بسته شیر فسته یعنی قاب نمیشه. دریای خمره شراب و طحور، نه این خمر دنیایی که خوردی ایمان جدا میشود. این دریای خمره دنیایی نه، به مجرد میگه اذا وضع الخمر علی یده لعنت الله و الملائکه و الناس و الاجمعین اذا شربها لا تقبلون الصلاه الا 40 یوما. عزیزی من، این شرابه که میگه وقتی که میخوره موش میخوره داد میفته ایمان که نخور که من جدا میشم و ایمانت قوی میشود، مست میشه در عشق الله. نه این مستی که حقارت کنی مردم از زنی، نه و در عشق خدا راحت میکنی انشاءالله. دریای آبه که میگه هر یک توش خونکش از برف نخنکه،
بوش از مشک عنبر بالا میستد. الحمدلله برای ما و شما. بینید در اونجا خدا خود پیر نمیشه، در اونجا غم نیست، در اونجا خدا خود غربت نیست، در اونجا حتی که آبی بینی نمیشود، حتی که تاره شکستن نیست. همین تاره شکستن از گفت نمیشود در جنت. نجاست، چون که جنت جایی پاک است، اونجا خود نجاست نمیکنی. چی قدر بخورد انسان، عالمان بزرگ گفتن که همون قدر عرق پیدا میشد از انسان در به همون عرق مشک و عنبر شده ریخته میرفت است. از بوی عرق خودش راحت حال ما از بوی عرق ما دلگیر میشیم یا نمی. وقتی که عرق میکنیم خدا خود تمام وجود میکنه خودمون نمیفوره یا نمی. نیکی او عرقا چی؟ او عرقایی که از بدن میبرد همش خدا خود دوخی کلاسی مسکو میشه. کلاسی مسکو دم میگیره. فرانسوز در تلاش دم میگیره. در پیش عطری بدنی خود الحمدلله. ببینید و ایوازی چی؟ درکت نماز الحمدلله. بینید در اینجا کسل نمیشه، اونجا کسل نمیشه، شما هرگز کسل نمیشه، اونجا هرگز گریه نمیکنی، فقط شما اونجا نماز نمیخونی عزیزی من، اینجا نماز نیست، روزه نیست، فقط راحت کردن خلاص. هر کراواتو هست، هر دیوانایی هست که خدا خواهد این دیوانای فرانسوزا دمش میگیره خدا خواهد. هر کراواتش از طلا است. خانه ها از در جنت یک گیشتش از طلا است، یک گیشتش از نقره است. پیامبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و شب معراج اومدن دیدن که فرشته ها خانه ساخته است. یک دم گرفتن، خانه را ساختن. حضرت جبرئیل گفتن که برادر اینا چرا دم گرفتن؟ گفتن همین صاحب خانه وقتی که عبادت میکنه به ذکر میدراید اینا بنا کردن سر میکنن. ابوذر غفاری در خانهش درخشون از دزد گفتن پیامبر اسلام گفتن یا ابوذر گفتن من تعلیم میدم که در جنت برایت درخشون. این چی تعلیم است که سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر گو در جنت برای تو باغ میسازن. انا باغ در جنت خانهش برای شما میسازن. الحمدلله خانه‌ای که پاشانیشین ولی دبی نمیگم که خانه‌ای است که هنگام میپرد این خانه‌ها دمش میگیرد. این برای که ما و شما ولی بعضی عقیده بدست نماز میخونه خودش عقیدش در جنت دیدن و خوردن نیست. نعوذ بالله من ذلک. حتی میگه که مفسران در کتاب دقایق الاخبار خواندم و فی الاکل و شرب و الوطی در خوردن و آشامیدن و بدنها خواه رفتن ده میگه 100 پهلوان قوت چه الله میدادش. 100 پهلوان قوتش. عزیزی من حتی میخوام بروید همون دخترهای جنت با باکیره میشن. ولی ما شما باید باکیره 100 میلیون نخرده سی. یک باکیره دختری خونه میگم باکیره 100 میلیون صرف داره یا نمی. الله 70 باکیره دختره بیپل میتید. نزدی دروازه جنت از تق تق کردید در قفس سینه‌اش نام نیستگی دویده آمده خودش در بغل که گفته خونه میبرش. جا میبرد خدا خواهد انشاءالله. این میدونه این در جنت شیرین ترین چیزی هست میدونه این شیرین ترین الحمدلله دیداری الله هست. ولی ما شما دیداری عاشقی هر روز امید میکنیم، هر روز آرزو در دعا میگیم خداوندا و رحمتت بر از دیدارت ما را روز قیامت مشرف. دیداری الله با کی است؟ برای مؤمنان است. الحمدلله برای مسلمانان این بهترین نعمت الله دیدارش نشون میدهد. دیداری خدا هم میبینیم. این بهترین نعمت با چی است میدانید؟ محمد علیه السلام که هم نشین میشه. ما محمد ندیدیم یا دیدیم محمد که دائم دیدیم ما و شما اصلی آخری زمانه کی دیده است ندیده است. یکی محمد صلی الله علیه و سلم چیکار میکند؟ ما و شما را شفاعت میکنیم. ما با محمد علیه السلام هم نشین میشیم. الحمدلله صحبت میکنیم. همین دوست داریم این اسلام، دوست داریم انشاءالله پیغمبری بزرگواره، دوست داریم انشاءالله نماز عزیزان من. از نماز زیان کرگی نیستش که نماز بخوان، نماز نجات در همین خلاص. این دیگر چیز نجات نیست. افضل نجات ها فقط نماز است عزیزان من. بیاییم روح به طاعت بیاریم، روح به عبادت بیاریم عزیزان من. پیغمبر چی آورد مکافاتی بهتری؟ چی آورد از نزد خدا؟ نماز آورد. یا نمی 50 وقت نماز خدا پدرکش کرد. گفت من نماز بر گفت همین اگر اجرا کنن امتان راهی نجاته.
همین عبادت کنن، نماز خدا خواد عبادت کنن، گفت جاشو جنت. الحمدلله. پیغمبر بزرگ در همین ما و شما چی؟ شکمی گشنه برفت. حتی در شکمش همین گشنه بود که پیغمبر بزرگوار در کتاب شمال محمدیه بیان میکند حتی شکمش در پشتش چسبیدگی بود از گشنگی غمی که امته. میگه در سنگ پیتی که کباب میپست در پیشتی آدم ها نفهمه که محمد شکمش گشنه. 3 روز بود یک سنگ بسته میگه رسول الله سزا برای غمی که آمد. میگه ما چی؟ فقط امت گفته حیاشه. یگان پیغمبری خیلی غمخواری امت شدگی نیست. یگان پیغمبر. لیکن پیغمبری ما شما محمد فقط امت گفت. تا زنده بود حبیبی ودود در غم آسیانی امت بود. تا زنده بود فقط امت گفت. وقتی رفتن حبیبی آزادن امتی گفته جان دادن. جانش برای امت گفت داد. وقتی راستاخیز شود آغاز امتی گفته خیزد باز. ای عزیز من همه پیغمبرای قبر یا وا نفسی گفته میخیزید محمد چی میگفته؟ وا امتی. این پیغمبری مشفق نیست. الحمدلله. باید که انشاءالله خدا خواست سنتاش ما زنده کنیم. چون به نام مصطفی خوانم درود از خجالت آب میگردد وجود. یا بزرگان وقتی که نام محمد بشنوم وجودم آب میشود. عشق میگوید ای محکومی غیر سینه تو از بتان مانندی دیر. آتا مسلمان بود پرست شدی کجا شدی محمد میفتگی ها در حرم زاده میگد کلیسا را مرید. محمد اقبال میگد در حرم زاده میگد کلیسا را خدمت دارد. انا مسلمان تا نداری از محمد رنگ و بو با درودش کن من الان نامی بود. ای محمد خبر نداشتی بین زبان تعلام نکن. محمد با جان و دل دوست دار. عزیزانی من به خود بیاین انشاءالله خلاقت. محمد دوست داریم. همه ما رای خوب بگیریم رای حق گیره بکن. بیاین گناه ها را پرتیم عزیزانی من. عاقبت بیزید است. اگر این گناه ها ادامه کردن گیرد این عرق خوری ها این زناگری ها زنا اوج گرفت عزیزانی من اوج گرفت. پیغمبر بزرگ نصیحتش یک بچه تاشکندی ده بچه تاشکندی رسول الله خواب دیگه من جمعه دیگه پورا کاملا به شما میرسیم خبره. گفتم بچه گفته سیز که من رسول الله یک 3 نصیحت کرد. یک تاش گفت که برو امت ها مگو زنا نکنن که غضب خدا در زنا های گفت میگن. محمد که تیش واخورده جنت رفتی الحمدلله. این خدا خواهد 4 میشه دیگه واقعه. من واقعا پرا کاملا خدا خواهد وقت موزیک هست گفته میتیم جمعه دیگه.